و قرآن را آیه آیه نمودیم تا با تأنی بر مردم بخوانی. بدانید قرآن را به کمال نازل کرده ایم. بگو چه آن را باور کنید و چه نکنید، آنها که پیش از این دارای علم و آگاهی‌اند وقتی قرآن بر آنها خوانده شود به خاک افتاده و سجده می کنند و می گویند پاک و بی‌نقص است پروردگار ما و قطعاً بعدش تحقق یافتنی است. به خاک می افتند و گریه های عاشقانه سر می دهند و این باعث ازدیاد فروتنیشان می شود. بگو چه او را الله بخوانید چه رحمان، هر چه که بخوانید بدانید که بهترین نامها از آن اوست. و هنگام نماز نه صدایت را بلند کن و نه آهسته گردان، بلکه میان این دو راهی معتدل را برگزین. بگو ستایش مخصوص خدایی است که نه فرزندی برگزیده و نه شریکی برای اداره هستی دارد و نه یاوری به خاطر ضعف و ذلت اختیار کرده است. همواره او را بسیار بزرگ شمار.